به نام خدا. سلام خدمت دوستان کانال درآمد آنلاین. با یک ویدیو و یک فرصت استثنایی دیگه خدمتتون هستیم با تأخیر و وقفه بسیار زیاد. و این تأخیر و وقفه ما به خاطر این هستش که ما مثل کانال و گروه های دیگه نیستیم که بخوایم تون ویدیو منتشر بکنیم، ایردراپ های مختلف معرفی بکنیم، تهش هم هیچ اتفاقی نیفته. ولی ما بازار رصد میکنیم، پروژه هایی که احتمال موفقیتش بسیار بالا باشه رو خدمتتون معرفی میکنیم. پروژه مثل صرافی آتلانتیس، پروژه مثل پروژه اووللاین که احتمال موفقیت توشون زیاد هستش. با یه پروژه دیگه اومدیم خدمتتون و این پروژه اسمش اسلامیک کوین هستش که سایتش islamicoin.net هستش. میتونید بیاید داخل سایت مطالعه بکنید. همینطور که میبینید از سایتش، این سایت به نظر یه پروژه یک سایت درست درمونی میاد و قسمت مختلف داره. این پروژه سایت داره، رودمپ داره، تیم و همه چی داره، والت داره که از طریق گوگل پلی میتونید دانلودش بکنید و همچنین صرافیش میخواد 2 ماه دیگه راه اندازی بشه. از قسمت about میتونید بخونید که این پروژه اسلامیک کوین چی هستش و چه کاری قرار انجام بده. یک فینتک هستش که تو حوزه مالی غیر متمرکز بر اساس شریعت اسلام میخواد کار بکنه، بلاکچینش رو میخواد راه اندازی بکنه و خیلی موارد دیگه. برای اینکه توی ایردراپ شرکت بکنید، لینکی که داخل کانال و داخل دیسکریپشن توضیحات ویدیومون منتشر میکنیم وارد میشیم و داخل ایردراپ ثبت نام میکنید. حالا میگم چطوری ثبت نام بکنید. برای ثبت نام از طریق لینکی که داخل کانال و توضیحات یوتیوب گذاشتم وارد میشید و وارد همچین صفحه میشید. دوستان من یه توضیح در مورد این بدم. این صرافی هککس که صرافی پروژه اسلامیک کوین هستش، یه شرکت دیگه هستش که با پروژه اسلامیک کوین داره همکاری میکنه و صرافی اسلامیک کوین رو ایجاد کردن که اینجا هم نوشته همینطور که میبینید با ثبت نام شما 20 تا توکن اسلامیک دریافت میکنید. به ازای هر ثبت نام هم ریفرال هم شما 10 تا توکن اسلامیک دریافت میکنید. خب میتونید حتی ثبت نام ریفرال فیک هم بزنید و این هیچ محدودیتی نداره. ریفرال فیک بزنید 10 تا توکنش رو بهتون میده. خب برای اینکه ثبت نام بکنید روی این گزینه get اسلیم میزنید، وارد همچین فرمی میشید. این فرم رو کامل پر میکنید، اسمتون رو، فامیلیتون رو وارد میکنید، ایمیلتون رو وارد میکنید، پسوردتون رو میزنید و تکرار پسوردتون. بعد که روی این گزینه چک باکس کلیک میکنید و روی گزینه کانتینیو کلیک میکنید. وقتی که روی گزینه کانتینیو کلیک کردین، یک ایمیلی به شما ارسال میشه، یک کدی هست. بعد اون کد رو برید کپی بکنید و توی کادری که میخواد وارد بکنید. همین ثبت نامتون انجام میشه و به شما 20 واحد توکن اسلامیک کوین تعلق میگیره. بعد از اینکه ثبت نام کردید وارد همچین صفحه میشید که اینجا بونوسی که دریافت خواهید کرد رو بهتون نشون میده. البته اینجا یه متن رو نوشته که بعد از اینکه صرافی راه افتاد و کیواسی کردین میتونید بونوسایی که دریافت کردین اون قسمت ببینید. اگه این قسمت دیدی صفره هیچ مشکلی نداره، شما باید اول کیواسی بکنید، بعد توکنتون واریز میشه، میتونید توی صرافی بفروشید و قیمتی که احتمالاً هستش $1 هستش هر توکن اسلامیک کوین که البته میتونه خیلی بیشتر از این هم باشه. یعنی که از این قسمت میتونید ریفرالتون رو کپی بکنید، برای دوستانتون بفرستید و از این قسمت پایین اتنتیکیتور کد 2 مرحله گوگل رو حتما فعال بکنید تا مشکلی برای اکانتتون پیش نیاد. خب دوستان برای کیف پول موبایلش شما باید از طریق گوگل پلی دانلودش بکنید. لینکش رو قرار میدم، حتما دانلودش بکنید و نصبش کنید. وقتی که نصب کردید وارد این همچین صفحه میشید که باید روی گزینه کرییت اکانت کلیک بکنید تا کیف پول جدید ایجاد بشه. خب اینجا میگه اثر انگشت وارد بکنید، نمیخوایم.
اگه خواستید بذارید تا اکانتتون ایجاد بشه. اینجا کیف پولتون ایجاد شدش. وقتی که ایجاد میشه یه همچین پیام براتون میاد، میگه که 12 کلمه کیف پولتون رو ازش بکاپ بگیرید. حتما بکاپ بگیرید، یه جا این 12 کلمه رو نگه دارید تا موقع که لازم شد ازش استفاده بکنید. خب من اینو رد میکنم. این بالا یه به اضافه هستش، زیر این یه به اضافه هست، شما اینو نمیبینید. وقتی که اپلیکیشن رو نصب بکنید برای اولین بار این گزینه فعال میشه، میتونید یه مقدار کارمزد اسلامیک کوین دریافت بکنید، کلایم بکنید. روی کلایم میزنید و اسلامیک کوینتون رو دریافت میکنید. از این که روی دکمه کلایم کلیک کردید مقدار 1 صدم اسلامیک کوین به کیف پولتون واریز میشه و بهتون تعلق میگیره. همینطور که میبینید من مقدار 1 صدم اسلامیک کوین دریافت کردم که این برای کارمزد هستش که اون ایدراپی که از صرافی گرفتین رو احتمالاً بتونید واریز بکنید، اینجا نگه دارید. و همینطور که میبینید این کیف پول قسمت سند و ریسیو داره، مثل همه کیف پول ها بخش متنوعی داره، مثل کسب درآمد که میتونید اسلامیک کوینتون رو در آینده استیک بکنید، قسمت اخبار، ستینگ و قسمت های دیگه. حتما این کیف پول رو نصب بکنید و این کارمزد رو کلایم بکنید. امیدوارم که این پروژه سود عالی بهتون بده. متشکرم.